سلام، شما خوبین؟ پشت یه مهد کودک بابک پاره خشتک با فاضلاب و یه گونی نمک به صورت علش دلک با کمی هم دوز و کلک در محیطی از اتاق عمل استریلتر که هر مأمور بهداشتی اومده سرفه گوزک گرفته در رفته با دستیارش زعفر در بدر آرد گنادی گن میناده. بابک با شعار شهر باید به من کثافت عادت بکنن به علاوه دستانش با پاهایی که شبیه پای باخته میمونه به اذن بودا خمیر رو تبدیل به گچ میکنه. با اینکه محصولات زعفر و بابی بوی باقالی و زوراب میده ولی مشتریاش براش سر و دست بشکن میزنن. بله، راز این پرفروشی چیزی نیست جز خشتک جذب ثروت باب اسفنجی. وای، اینا چرا دوربین رو نمیبینن؟ اینقدر بدم میاد خودشونو باد معده میکنن. بعد از صاف کردن و بسته بندی میفرستن زردن برای خوردن. وای، حالا تا هوا چششو نکنه تو چش ما ول نمیکنه که بگیر اون بر. پس از ارسال به زردن با مواد احمد سبزی خوردن گانگاریا نیوکاسل موی بغل آقا فاضل گرد و گوز توی منزل برای پخیدن کیک شب بخیر صبحانه زنگ میزنن آمبولانس. اینم از شانس ماست. کیکا رو که گذاشتن توی برانکارد مریض و سوار اورژانس میکنن که بیمار بشه و در هرمله بعد میدن به نقاش که یه دست روش ترمالی کنه و سپس در یک بستر خیلی بهداشتی حلواش میکنن و چون عفونتش خیلی زیاد مای بیبیش میکنن که از ترس به خودش نترسه زیشش بیاد. نوش جان بمبئی.